پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. ارزش‌ها شروع کردن به تغییر کردن. گفتم اونجا پیامدش حالا چی بود؟ اولین پیامد این بود که مردم گفتیم فقر چی شد؟ با ارزش شد. مردم رفتن به طرف ساده زیستی. وقتی مردم رفتن به طرف ساده زیستی، ثروت دیگه ارزش خودش رو از دست داد. وقتی ثروت ارزش خودش رو از دست داد، نابرابری چی میشه؟ چرا کاهش پیدا میکنه؟ نابرابری کاهش پیدا میکنه. اما چرا؟ یکیش نمایش ثروته دیگه. غیر از اون چیه؟ مهمترین علت نابرابری در جهان چیه؟ علتش این استش که شما ببینید، فرض کنید الان در یک کشوری مثل کشور سوئد یه ثروتمند وجود داشته باشه بخواد با یک بنز آخرین سیستم بیاد. بگذاریم از این که دولت، حکومت بهش این اجازه رو نمیده. چجوری اجازه نمیده؟ نمیره با مسلسل به مسلسل ببندتش یا با چماق بزنه سرش. اینقدر بهش مالیات میبنده که این نتونه این ماشین رو بخره. و اگر هم یکی ماشین رو خرید، مردم همچین چپ چپ بهش نگاه میکنن، پدر سوخته این پول از کجا آورده؟ خون چند نفر رو میکیده؟ چرا همچین کسی اجازه است اصلا بیاد تو کشور ما؟ مردم باش مقابله میکنن. یعنی ثروت تحمل نمیشه. تفاوت بین فقیر و ثروتمند تحمل نمیشه. اما شما اگر الان یه بنز 500 رو ببینید چیکار میکنید؟ نگاش کن ببین چه قشنگه، چند کیلومتر میره، چرخاشو نگاه کن، فرمونش نگاه کن، درجه حرارتش نگاه کن اصلا شمال و جنوب رو نشون میده. آدم کیف میکنه بشینه باشه. بابا این رفیع پور چی میگه؟ اینه که باعث نابرابری میشه. یعنی شما برای نابرابری ارزش قائلید. دلیل این که در یک جامعه نابرابری وجود داره، دلیل اصلیش تفاوت بین ثروتمند و فقیر نیست، چون با ارزش ثروتمند میره دنبال پول. شما دیدید که جلسه گذشته براتون گفتم، وقتی که ثروت شد یک ارزش منفی و فقر شد یک ارزش مثبت، ثروتمندا چیکار کردن؟ ماشینشون گذاشتن تو گاراژ، اصلا نیاوردن بیرون از خونه هاشون. همه لباسای فقیرانی پوشیدن. خونه ها که میرفتی از این پشتی های ترکمن و چیزا گلیم و این چیزای ساده میذاشتن. این علت نابرابری. این در کشورهای دیگه ها که پس ببینید وقتی میگیم ساده زیستی، وقتی میگیم فقر تبدیل میشه به ارزش، در واقع ثروت بی ارزش میشه، بنیان نابرابری از بین میره. این خیلی مهمه بچه ها. ممکنه در اون زمان یه عده‌ای بگن که آقا در اون زمانم جینی ایندکس یا ضریب جینی ایران انقدر بوده، اصلا اهمیت نداره. نابرابری وجوه مختلف داشت که از بین رفته بود. یک فقیر رو نمیتونستن بزنن تو سرش، آقا بفرما چاکرم، بفرما، احترام میگیسته. ولی ببینید و پیامدهای دیگهش چی بودش. حالا وقتی نابرابری کاهش پیدا کرد، فساد هم در جامعه کم شد، کمتر شد، پیوندهای قوی بین مردم و جامعه به وجود اومد، وحدت به وجود اومد و مردم یسارعون فی الخیرات میکردن. خیلی جالبه. مردم کوشش میکردن عمل صالح از خودشون نشون بدن، به همدیگه کمک کنن. و این بحثی که ما میگیم فردگرایی یا جمعگرایی، این جمعگرایی کاملا مشهود بود. مردم هویت پیدا کردن، ایرانی و خودش میبالید، ارزشی برای خارجی قائل نبودن. و اون وقت از نظر نظامی یک قدرت نظامی غیر قابل تصور بود. در محاسباتی که خارجی‌ها در مورد مصر زمان عبدالناصر داشتن، گفتن عبدالناصر 5 سال سابقه جنگ داشته.
در صورتی که یه جنگ 5 روزه در ژوئن 1967 مصر داشته و یک جنگ هم در دهه 50 اواخرش داشته و تموم شد. عبدالناصر شد. اون چنان از ارتش مصر میترسیدن که این ارتش مصر تجربه جنگی داره. شما فکر میکنید که این مانورها رو واسه چی میدن؟ کشورهای مختلف مانور میدن برای اینکه سربازاشون به خواب عادت نکنن، یا خودم تمرین جنگ بکنن. چرا آلمانی‌ها اینقدر اصرار دارن و ایتالیایی‌ها اصرار دارن، الان بحثشونه، که در افغانستان مشارکت جنگی داشته باشن؟ اینا میخوان با تکنیکای کشورهای غربی مواجه بشن، میخوان سربازانشون انواع خطرهای جدید رو یاد بگیره. نوع جنگ‌ها عوض شده. این باید بدونن که الان چجور باید برخورد کنن، سازماندهی جنگی باید چجوری باشه. این رو برای همین هستش فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها، استرالیایی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، امریکایی‌ها، همه ایتالیایی‌ها اینا شرکت دارن در جنگ افغانستان. در جنگی هم که با عراق به ایران حمله کرده بود، شما می‌دید خیلی از این کشورها مشارکت داشتن. فرانسه با هواپیماهای جدیدش وارد شده اینا رو تست کنه. کجا بهتر از اینجا؟ یه جایی ازش میتونه بمب بریزه سر مردم بیچاره. شرکت‌های شیمیایی، تولید شیمیایی اینا رو آزمایش میکردن، بهره میبردن ازش. ایران تبدیل شد به یه قدرت نظامی. 8 سال تمام کشورها بر ضد ایران داشتن میجنگیدن. این فکت بچه‌ها. شما اگر ممکن قبول نکنید، تاریخ اینو فراموش نمیکنه. بالاخره یک تاریخ نویس صادق پیدا میشه که براتون در سالهای آینده بگه، هرچند که تاریخ به دست دشمن نوشته میشه، که بگه که این جنگ چقدر نیروها بر ضد ایران حمله کرد. پیامد این اتفاقات چی بود؟ از یک طرف یک نظام اجتماعی قوی، از یک طرف یک نظامی قوی. اقتصاد ما هم که از قبلش اسرافی بوده و ولخرجی بوده. تأثیر اقتصادی اون چنان رو جامعه ملحوظ نیست. مشکل از اینجا سرچشمه نمیگیره. مشکل از نظام اجتماعی فرهنگیه. پیامدش برای غرب چی بود؟ این اتفاق خطری که ایران به وجود آورد برای غرب بزرگتر از خطر کمونیسم بود. نمیتونستن با کمونیسم سالیان دراز در افتادن. نزدیک به، از شما نگاه 1917 تا 1981 در نظر بگیرین 64 سال اینا تجربه زیستن با کمونیسم داشتن. حالا یک کشوری اومده بیرون که این خطرش ابزاری ندارن کنترلش کنن. چیکار داره میکنه این کشور؟ بازار غرب رو از بین برده. هم در کشور بازار غرب، هم در منطقه. میترسیدن بیان این ور اون ور. و از اونجا به بعد تازه انقلاب داره شروع میکنه پیدا میکنه که گسترش پیدا کنه. حالا اینو باید باش برخورد کرد. خیلی از دانشمندان بودن که وقتی من اینها رو میدیدم در سال 1360 که جنگ تازه شروع شده بود در غرب، اینها میگفتن که ما میدونیم چه اشکالاتی نظام سیاسی اقتصادی یه غرب داره و ما خیلی به خمینی دل بستیم، امید بستیم. به زبان خودشون میگفتن، هم از بیرون اقداماتشون هم از داخل شروع کردن تبلیغات رو بر ضد ایران و اسلام و سعی کردن که جنگ رو در اولین فرصت پایان بدن و نیروها رو بر ضد خودشون بگن و ارزش‌ها رو دوباره برگردوندن. این تبلیغات رو صحنه‌های مختلفی بودش که بر ضد رهبران جامعه میکرد. اگر ما همچین عکسی رو از پاپ نشون میدادیم، اگر ما همچین عکسایی رو از مسیحیت نشون میدادیم، چه اتفاقی میافتاد؟ ما بحثم الان رو چی بود؟
روی انتشار اسلام، مدل اسلام بود. در جوامع میگفتن که ما کاری به بعد مذهبی شرعیش نداریم، ما میخوایم ببینیم اسلام واقعا چی داره، ما تا حالا باش آشنا نشدیم، به ما اجازه ندادن، جلوی ما رو گرفتن که ما با این آشنا بشیم. این چیه؟ پرداختن به شکل بودش بیش از اندازه، در واقع باعث شدش که پیروان اسلام، اونایی که علاقمند به اسلام بودن، اینا دفع شدن. میگن برو بابا این چیه، من که نمیخوام برگردم به قرون وسطا اینجور حرفا. چرا؟ برای اینکه افراد حالا میخوان وارد بشن، احساس میکنن بابا این خیلی ما رو محدود میکنه، ما رو از هر نظر داره مسدود میکنه. خیلی آوازه زیبایی داره، اما همش این تمام شد، دست و بالون بسته شد. قواعدی که سبز بودند و امید برانگیز بودند و خوشحال میشدن افراد اینو داشته باشن، این قواعد تنگتر و تنگتر و تنگتر شد. به همون میزان که این تنگتر شدش، دلزدگی بیشتر شد. اینو باید تواسون رو جمع کنیم. گفتیم اقداماتشون تبلیغات و پایان دادن به جنگ، بسیج نیروها ورز خود. تبلیغات بر ضد ایران رو دیدیم، حالا میخوام ببینیم که پایان دادن به جنگ یعنی چی. اینا فهمیدن خیلی زود که ایرانی‌ها اهل تضادن، اهل دعوان. تو هر محیط اجتماعی، تو هر گروه، مدرسه، دانشجویان، معلمین، دانشگاه، تو بخش‌های نظامی، تو بخش‌های پزشکی، از بدی دیگران بد میگه، صحبت میکنه. این از خصوصیات ایرانیاست. در نتیجه ایرانی‌ها چون دنبال تضادن، خوبم میتونن چنگول بندازن، به جون هم بیفتن و چاقو هم دیگر رو بدرن و در بیارن. چه بهتر اگر ما دشمن مشترک اینا رو حذف کنیم، اینا میفتن به جون خودشون. ما چرا حالا در مقابل اینا قرار بگیریم؟ حالا بعضی از این قلدرهای نظامی امریکا میگن نه ما باید بزنیم داغونشون کنیم. دانشمندان متفکرشون که دارن برنامه‌ریزی میکنن گفتن نه این راه حلمون نیست. راه حل این هستش که اینا بیفتن به جون خودشون. دومین اقدامی که باید بکنیم برای اینا این هستش که اینا مدل ندارن. که ما این کشور رو قبلا اداره میکردیم، حالا اینا باید این کشور رو اداره کنن. ما نمیذاریم اینا این کشور رو اداره کنن. ما میایم متفکرین اینا رو میگیریم که دیگه فکر نداشته باشن برای مدیریت کشور. سر کار، اما سر زر اول کار اومدن آقای مطهری رو گرفتن، چون آقای مطهری یک شخصیتی بود که میتونست در اسلام انقلاب کنه، یعنی در دین، انقلاب در دین بکنه. انقلاب هم اینجوری نیستش که از اینجا برشش درست برسه به اونجا برسه، یه راهی رو باید باز کنه. ایشون راه رو باز کرد. شما نخوندید کاراشونو. این باید از بین بره. این دین نباید پیشرفت بکنه. از بعد سیاسی هم باید بهشتی از بین بره، چون این بیست ارگانایزره. یعنی ما از این سازمان، یه چیز عجیبیه، سازمان دهنده خیلی خوبیه، این باید از بین بره. در مقابلش ما باید تضادها رو افزایش بدیم و مدل رو ما به اینا بدیم. ما به اینا بگیم اینا چیکار کنن چیکار نکنن. اینا باید بیان شیفته ما بشن، ما بذاریم جلوشون، اینا از روش بنویسن. پس ما میایم این تضادی رو که به وجود اومده و همدلی بودش بینشون، این دشمن مشترک رو میایم ور میداریم. اقدامات بعدیمون گفتیم حالا باید چی باشه؟ بیان ارزش‌ها رو تغییر بدیم. مرحله بعدی دوباره ارزش هاست. چطور ارزش‌ها رو تغییر بدیم؟ گفتیم فقر با ارزش شد، ساده زیستی معمول شد، ثروت بی ارزش شد و نابرابری کم شد. حالا این باید چی بشه؟ این باید برعکس بشه. چطور میشه برعکس بشه؟ یعنی
باید فقر بی ارزش بشه، ساده زیستی باید تبدیل بشه تجمل، ثروت باید دوباره با ارزش بشه و نابرابری باید در جامعه بیشتر بشه، در نتیجه نارضایتی و تمام پیامدهای آن به وجود بیاد. چطور حالا این کار انجام میگیره؟ شما برای اینکه بتونید جواب بدید باید بگید چطور ارزش‌ها به وجود میاد. اگر از اونجا نگاه کنید که چطور ارزش‌ها به وجود میاد، اون وقت میتونید بگید تغییر ارزش‌ها هم یه نوع ایجاد ارزش‌هاست. اگر شما اینا بهش توجه کنید، اون وقت دیگه چیه؟ اولینش نیاز باید تبدیل بشه ارزش. یعنی شما در مردم باید نیاز به وجود بیارید، نیازهای جدید به وجود که ارزش‌های جدید به وجود. بعدش کمیابی باید بشه. سوال بعدی این است که حالا چطور باید نیاز تولید کرد؟ این اولین سوال. پس اگر بخوایم نیاز به یک ارزش تبدیل بشه، باید این نیازهای جدید وارد کرد. چطور باید نیاز تولید کرد؟ عامل بعدی این استش که کمیابی، اگر یه چیزی کمیاب باشه مثل طلا، با ارزش میشه. اگر تو کویر آب نباشه با ارزش میشه. پس باید چیکار کرد؟ باید تولید کمیابی کرد. یعنی باید خیلی از پدیده ها محدود بشه، مردم بهش دستیابی نشه. هنجار هم گفتیم باعث میشه که تولید ارزش میکنه. چطور حالا؟ باید هنجار آوری کرد. به ترتیب حالا ما این 3 مرحله رو میریم جلو. چطور باید تولید نیاز کرد؟ اولین قدمی که حالا بخوایم اون تولید نیاز بکنیم اینی که باید یه وضعیت بهتری رو به نفر نشون بدیم. شما اونایی که چادرشون خیلی قشنگه یا روسریشون خیلی قشنگه، اگر بیاد در مقابل یه نفر که یه چادر بهتر و خیلی خیلی گرونتر داره، نو که بیاد به بازار کهنه شود دل آزار. نشان دادن وضع بهتر، وضعیت بهتره، اون چیزی که نمایش ثروت هم است. این نمایش ثروت باید امکان مشاهده براش وجود داشته باشه. شما بچه‌ها رو می‌بینید، بچه‌هاتون هم دم اسباب بازی رد بشن، چیکار میکنن بچه‌ها؟ عموما بچه‌ها مشاهده کردین گریه میکنن، پاشونو میزنن زمین، یالا ماما، رو زمین ولو میشن. اگر شما بچه‌تون رو از دم یک اسباب بازی فروشی رد کردید بردید و بچه‌تون گریه نکرد، بهش بی‌توجهی کرد، اگه بفهمه ادراک بکنه نکرد، خیلی هنر کردید. اگر بچه‌تون توجه نکرد ولی تو دلش گفت همچین سر این بابا شیره بمالم، بسا من حواسم هست اینا رو دارم میبینم اما به روم نمیارم، اون وقت اون دیگه رو دست شما زده. ولی وضعیت مشاهده رو باید در نظر، اگر ما شرایط مشاهده رو براشون به وجود بیاریم، بعد از مرحله مشاهده مقایسه است. حالا شما چادرتون رو با چادر اون یکی مقایسه میکنید، انگشتر ازدواجتون رو با انگشتر اون یکی ازدواج میکنید، ابروهاتون رو با اون یکی مقایسه میکنید، میزان موهایی هم که اومده بیرون رو با اون مقایسه میکنید. همه کردن تو، پس تو هم میکنید تو، همه بردن بیرون پس منم میارم بیرون، من بیارم بیرون، بالاخره تو این مسابقه من نباید. بعد از این مرحله احساس محرومیت نسبی دست میده. از اینجا به بعد چطور حالا میشه وضعیت بهتر رو نشون داد؟ تبلیغات گسترده، کالاهای جدید، ماشین‌های مختلف از کویت بیارن، شماره خارجی، مراکز تجاری تا دلت میخواد هر گوشه مرکز تجاری هستن. بعدم سفر کیش و میش و از اینجور چیز. ما گفتیم که اقداماتی که برای تغییر وضعیت ایران بعد از جنگ انجام گرفت، بعد از پایان جنگ، بودش که اولا جنگ رو زود تمام کنن، بعد هم ارزش‌ها رو در پی اون تغییر بدن. ارزش‌ها قبل در زمان انقلاب و جنگ اینجور بودش که فقر با ارزش بودش، ساده زیستی چیز خوبی بود، ثروتمند بودن چیز بدی بود.
ثروتمندا پنهان میکردن وسایل خودشونو و نابرابری کاهش پیدا کرد. حالا کوشش غرب به کمک ابزار داخلیش بر سر این بودش که ارزش ها رو دوباره برگردونن به زمان قبل از انقلاب، فقر بکنن بی ارزش، ساده زیستی رو تبدیل به تجمل بکنن، ثروت بشه با ارزش و پیامدش نابرابری و نارضایتی و چیزهای دیگه. این اصلا مهم نیست از نظر اونها. چرا؟ برای اینکه یک نظام سرمایه‌داری وجود داره که این نظام سرمایه‌داری انواع مختلف داره و اینکه بتونیم به طور کل بگیم نظام سرمایه‌داری بسیار بده، اصلا اینجوری نمیشه گفت. ما درجاتی داریم از سرمایه‌داری، از نوع سرمایه‌داری که در کشورهای اسکاندیناویایی هست تا نوع سرمایه‌داری کنترل بازار که در اروپا هستش، که در اونجا هم دوباره در خود اروپا هم باز در این وسط درجاتی از اروپای مرکزی، احزاب مختلف درجات مختلفی رو از کم یا زیاد بودن سرمایه‌داری دنبال میکنن. احزاب سوسیال دموکرات ها دنبال محدود کردن معقول گسترش و نفوذ سرمایه داران هستند، نه اینکه به طور کامل اونها از بین برن، ولی میخوان در مقابل سرمایه داران حقوق کارگران و اقشار دیگر رو حفظ کنن. احزاب دموکرات مسیحی بیشتر پیشرفت کشور رو در آزادی بیشتر سرمایه داری میبینن، ولی دولت در هر صورت باید بازار رو کنترل کنه و از طریق نفوذ تا اندازه‌ای حدود سرمایه‌داری رو مشخص کنه و تعیین کنه و محدود کنه. در امریکا سرمایه‌داری خیلی دستش بازتره و خیلی بیشتر از امریکا در کشورهای جهان سوم هستش که سرمایه در دست دولت مردان هم هستش که اونها دیگه استثمار رو به بالاترین حد میرسونن. میخوام از شما توجهتون رو به این نکته جلب کنم. یک روز با یک استاد جامعه شناسی صحبت میکردم، جامعه شناسی آلمانی. به ایشون گفتم که حزب دموکرات مسیحی سوئد که نسبت به حزب سوسیال دموکراتشون محافظه کارتره و بیشتر به فکر آزادی سرمایه و سرمایه داران هستش، از حزب سوسیال دموکرات آلمانی که به فکر آزادی عمل بیشتر کارگران هستش و خودشو مترقی میدونه، اون حزب غیر مترقی سوئدی از این حزب مترقی آلمانی مترقی تره. تونستم برسونم؟ فهمیدید نظرم رو؟ یعنی ببینید یک سوسیال دموکرات در اروپای شمالی هستش و دموکرات مسیحی، همین حزبم در اروپای مرکزی هستش، همین حزبم تقریبا در اروپای جنوبی هستش، ولی اینها از جهت پیشرفت و مترقی بودن یکسان نیستن. اون کسی که اون احزابی که در کشورهای سوئد و نروژ و فنلاند هستن، احزاب محافظه کارشون از احزاب مترقی اروپای مرکزی هم پیشرفته ترن. این همینجوری میره جلو، در حدی که مثلا امریکایی‌ها به سوسیال دموکرات های اروپای مرکزی میگن لفتیز، یعنی اینا چپی هستن، تقریبا نزدیک به کمونیسم.
اینها که بعضشون معلومه، اینها که خلاف سرمایه‌دار میخوان صحبت. ما نظرمون بر این نیستش که در یک جامعه نباید سرمایه‌دار باشه. یک جامعه نمیتونه بدون سرمایه و سرمایه‌دار زندگی کنه. ولی صحبت از این هستش که حقوق انسان‌ها و حقوق سرمایه‌داران حد و اندازش چقدره. در نظام سرمایه‌داری که در امریکا وجود داره، حدود و اندازه سرمایه‌دار، یعنی آزادی عمل سرمایه‌دار، خیلی بیشتر از اروپاست. هر نوع محدودیتی بخواید شما ایجاد بکنید برای جامعه، به ضرر اون نظام سرمایه‌داری است. مهمترین عاملی که به ضرر نظام سرمایه‌داری هستش این است که بازارش محدود بشه. بازار کی محدود میشه؟ وقتی تقاضا وجود نداشته باشه. یعنی شما یک کالا رو تولید کردید، آوردید توی کشور، کسی اینو نمیخره. کی تقاضا محدود میشه؟ وقتی که نیاز نباشه، مردم احساس نیاز نکنه. کی احساس نیاز میشه یا نمیشه؟ نظام سرمایه‌داری وقتی میتونه پیشرفت بکنه که فروش داشته باشه. چیه؟ وقتی جنسی به فروش میره که تقاضا براش باشه، و وقتی تقاضا برای یه چیزی هست که مردم نیاز داشته باشن و مردم به چیزی نیاز دارن که براشون با ارزش شده باشه. وقتی ماشین با ارزش باشه، مردم احساس نیاز میکنن، بعد هم میرن تقاضا براش هستش و کارخونه‌های ماشین فروشی هم میتونن این کار رو انجام. بنابراین نظام سرمایه‌داری خیلی به این وابسته است که ارزش‌های یک جامعه چجوری باشه. اگر ارزش‌های یک جامعه برای ثروت ارزش قائل نباشه، اگر نخواد پیشرفت کنه، اگر نخواد دنبال ژست و بزرگنمایی و مسابقات مادی نباشه، نظام سرمایه‌داری راکت میشه، بازارش کساد میشه. بنابراین نظام سرمایه‌داری با این مخالفه که فقر بشه با ارزش. نظام سرمایه‌داری شیشه عمرش میشکنه اگر در یک کشوری فقر حاکم باشه و فقر هم چیز خوبی پنداشته باشه، مردم دنبال ساده زیستی باشن و نمایش ثروت ندن. این براش کشنده است. بنابراین ما حالا میخوایم ببینیم که ارزش‌ها چجوری تغییر کرد. به ترتیب برای شما میگیم چطور حالا نیاز به وجود میاد. ارزش‌ها بر اساس چی تغییر میکنن؟ یکی بر اساس اینکه نیازها تولید میشن، بر اساس اینکه یک جنسی کمیاب میشه، و یا اینکه یه چیزی هنجار میشه.